بعد ثاني فدي بنتاش كويس بعد. خب من یک دو تیبل جور میکنم باز داود میخوام گروپینگ بکنم صحیح است؟ حالا خب کلیک کرد تیبل student ID number primary key این را یاد نمیگیری خب برای شما پسند نیه primary key count ten count student table جور شد create table test course ID number date comma for example subject chapter comma total marks number comma obtain marks number comma constant key balai references course student course ID for test हम जोड़ constant BBC foreign key student course ID I will be going to exhibit describe student so student ID number comma constraint BC foreign key student your first or person with one seven and last stage sure references خب تیبل جور شد ما دو تیبل جور کردیم دو بین جور ریلیشنشیپ کردیم و خاطر چی است کدام مخاط است تست است شاگرد است تست میده صحیح است اول میام دیسکرایب دمی انتری میکنم insert into values counts and ID and name and form ID1 Ahmad Khan Do Shah Kareem Se Imran Jawad Shah Bahar Raihan Panj Kamal Abid یک دیگر شش جاوید سلیمان خب کمیت نمی شاگرد است که ما الکترونیک ها این شاگرد است حالا این شاگرد میخواد چی بوده؟ امتحان بوده خب وقتی که امتحان میده شما باید دیسکرایب کن چی دیسکرایب میکنم؟ student underscore test insert into student underscore test values course and का ID सही है
comma single quotes end ಕೊಡ್ತಾರೆ date comma single quotes end ಕೊಡ್ತಾರೆ subject end ಕೊಡ್ತಾರೆ t marks end ಕೊಡ್ತಾರೆ ده single course كونس ده معك ده بالكالكوليشن مشكلة قلنا وی انترپریتیز مشکل ندارم ها امتحان از کی میگیری از آیدی نمبر 1 دیتش کجا بودی خواب بودی 2015 سابجکت از انگلیش 80 مارکس چند برده 50 خب امی شاگرد نمبر 1 باش 2015 سابجکت پشتو 80 باز امی شاگرد 03 2015 سابجکت دری 70 یک ریکورد دیگه انتر میکنم شاگرد نمبر 2 به این تاریخ سابجکت انگلیسی از چند 180 خب این ریکارد میخوام چی کنم کمیت حالا میخوام که ببینم این را گروپش کنم چطور گروپش کنم که کدام شاگرد چی که نمره برده صحیح است و چند امتحان و در چند امتحان چی است که چند امتحان داده چی که مارک چی که برده کامیاب است یا ناکام است او را برده کیس چی میکنیم ببین describe student underscore test یک گفتی است که شما اینجا متوجه باشید که در گروپ بای کالم هایی که ضروری است او گرفته میشه تمام گرفته نمیشه صحیح است اینجا ما آیدی میگیرم با دیت نمیگیرم سابجکت نمیگیرم توتال مارکس میگیرم و چی میگیرم اگرچه اینجا بجای آیدی نام شاگرد بیاید صحیح است که احمد ولد محمود خو نام شاگرد که می او باز جوینینگ است او بر شما مانده جوینینگ تا شما کار نکردی خو از آیدی هم میفهمم من میخوام که همین آیدی را چی کنم گروپ کنم و توتال مارکس و ابتین مارکس را چیش کنم سمیش کنم خب ببینید select का ID comma sum का cause total marks namutik as total marks comma boss sum cause obtain marks namutik as a temos comma boss count cause ID namut as total test from student underscore test group by ID enter rule number 1 क्या है rule number ID number 1 अस्सी सात दूसरा बर्बाद दचंद वैदिक क्या है ID number 2 अस्सद अष्टाद बर्बाद दचंद इम्तिहान شما باز میتونید که دمی چی بکنید خواهد به همون رویو جلو که ای باز کی ناکام است کی کامیاب است چی رقم یعنی ما میخواستم که نیچ شود و شما اینجا گروپ کار شود و اینجا که باز نامی ازیمه نام او باز گپای پسانه تبال شما چی نخواندی جوینینگ نخواندی اگرچه شما میفهمید که جوینینگ چی است شما در چی خواندی در اکسیس خو اینجا همونطور میخوام تکنیکالش بتان بتم خود را یادشون نبگیرید سلیکت student account father name for engineer from student test comma from student comma student underscore test student dot id is equal to student code test dot id class هنا وقتك شما إيرتشي بكوني كم جيكي نه پرانه سیر پامدی باید راجع بکنم
ها دلته بس column ambiguously defined کم یو یو منټ ها as total test from print comma to limited that نه اول مین می خب student مین است او child است دیگه مثلا اینجا column ambiguously defined است کدام column اینجا میان student dot student s name comma student dot f name comma sum counts total marks as total marks comma sum counts of 10 marks as 10 marks comma count cost اینجا ما گفتیم که کاونت آیدی برای ما کاونت بخو آیدی که است در اردو تیبل است این باز نمیفهمه که از کدام تیبل آیدی شما کاونت میکنید صحیح است کاونت student underscore test dot id بس این مثلا هم دیگه سایش وقتی که ارن میکنم کنترل انتر علی بر ما گفت که احمد نام پدرش که خان است از 300 بی که بوده چی شا ان بی بی دیگه مثلا داریم خوش پوشون ببینید این شما فهمیدید که چی قسم راپور جور میشه چی قسم دیگه حالا میخوام دمی با برای شما کار کنم که را در فارم چطور باید استفاده کنیم فارم که دیگه میگه سنگ استفاده کنم صحیح و this name or name student name لازم ID number مسیج همیشه طول نفس ذکر گروپ کدلا میشه کنه که چرا مختلفی کنه طول نفس بالکل گروپ کدلا میشه ID مطلب خودش مطلب خو این که در فارم استور می و در فارم استور سرچ میشه و دیگر این کلش چی است خب اول خب ببینید اینجا ما می تنها می طریقه‌اش بفهمی خب start خب start اوسی فرضی خب این هم مثل که شما در ویژوال بیسیک یا در اکسس کار میکنید اما قسم خویا کپاس که اول باید چی شود که چی کنکت شود که دیتابیس این فارم چی شود کنکت شود نو دا اول کنکت کی لیغونه بعد بیا بدی که سرکم کی اوکی که کدام اینجا تایگر این دیتابیس است این اوورفیل ضرور نیست که اینجا اوورفیل باشه وقتی شما دیتابیس اینستال میکنید در وقت اوورفیل شما میتونید نام رو تغییر کنید یا وقتی که دیگه دیتابیس بخواید اینجا جور کنید در بین از این نام یا زوار که باشه مشکل نیست این کانکت میشه تاسو هغه پیدا نکرده کنه میپالیم کی چرا ندیدی نه ما ندیدیم این همه کلش چی که هست دمو یوزر که چی که تیبلا بود هر چی که هست کلش اینجا من این به طور مثال ما ای امپیر آرد میکنم ما بلد نیستیم در یک جای دیدیم کل جای رفتیم هیچ نه بلد نیستیم کجا هستی چی قسم جای علی بیبی چی بیبی شما یک روز میگفتی که والا یک سرچ میکنه ما وقتی که ایرا تایپ میکنه اینطور میکنه ولی که دل تان کم جمع شد خب زوجی لگ جمع شد او خود دیتابیس ها دونجا خود تیبلا جور کو دیگه اونجا و کار سخت میکنه خدا دیگه اونجا این فارمش است افکت تمام ریکاردش آمد نه او کمپانی میکنه
your database taken the Oracle database developer the farmer. In a coolish almost smith of the go, coolish بدون از اینکه ما این یک کدام بटन جور کنیم دیگه چی که سهولت ما داریم این کویری هست انتر با چی سرچ میکنیم با دیپارتمنت نمبر اینجا دا بودی اگزیکیوت تمام تعمدان طول پر سرچ آگاه یہ تو نہیں کہ بار ہر کالم شما ہوتا ہے با چی جور کنی سرچ جور کنی باز میں کویری اینجا انتر کویری میخوایم که بطور مثال این کدام از مردم است که وظیفه‌اش چی است سنجش این همین مردم است که وظیفه‌اش چی است باز میں انتر کویری خب سمیت کی است